آیا با واقعیت نغمه هنرمند مشهور کشور وفات کرده است؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده زندگی جنجالی نغمه در کشور امریکا. نغمه چرا از همسر دومش جدا شد؟ دلیل جدا شدن نغمه چی بوده است؟ گفتنی های تازه درباره زندگی نغمه در کشور امریکا و خداحافظی این هنرمند برای همیشه از هنر موسیقی، اما به چی دلیل؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوزاران نهایت ترجمند کانال دنیا اینفو. شما رو خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب دیدن این کانال. اگر دوزارید عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای محترچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. نغمه هنرمند مشهور، چهره شناخته شده، مطرح و محبوب در میان مردم افغانستان، علاقمندان و دوزاران خاص خودش را دارد. نغمه عاشقانه هنر موسیقیش را ادامه می دهد. کارهای هنر موسیقی نغمه مورد حمایت گسترده افغانها قرار می گیرد. این هنرمند محبوب و پرآوازه افغان از سن 18 سالگی آهنگ می سرود که تاکنون آهنگهایش مورد حمایت گسترده افغانها قرار گرفته است و هر آهنگش بازدید میلیونی را از آن خود کرده است. نغمه هنرمند مشهور کشور در 18 سالگی ازدواج کرد. همسر اولش منگل هنرمند بود، اما دیر نگذشت نغمه از همسر اولش جدا شد و دوباره در کشور امریکا ازدواج کرد. ازدواج دوم نغمه موج انتقادات را به همراه داشت، اما تازه تصاویر نغمه در میان مردم افغانستان به نشر می رسد که وی در کشور امریکا وفات کرده است. تاکنون جزئیات بیشتر این ماجرا در دست نیست، اما نغمه مدت طولانی است که دیگر به کارهای هنر موسیقیش نمی پردازد و کاملا راه هنر موسیقی را ترک کرده است. ولی ما آرزو داریم خبرهای نشر شده در صفحات مجازی دروغ باشد. زندگی خوشوارامی برای نغمه. با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت الله ارسال تمنا داریم. دوزاران و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان نغمه به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای محترچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درودی دیگر، بدرود.